چجوری شیطان میخواد یکی رو بی نماز کنه؟ اول گام و قدمی که برمیداره کاهلی و سستی در نماز. گام و قدمی که برمیداره کاهلی و سستی در نماز. نمیگه نخون. آقای من، خواهر من، جوان عزیز، اینطور وارد میشه شیطان. چه فرق میکنه؟ خدا که گفته از 8 شب مثلا تا 12 4 ساعت وقته. حالا چه فرق میکنه ما 9 بخونیم یا 11:30 شب بخونیم؟ هی میندازه تأخیر آخر وقت. این اول میشود سهو. نماز نمیگه نمیخونم، میخونه، جانو به لب برسونه. کاهلی تو نماز اولین گام شیطان. 2 قطع و وصل. صبح نمیخونه، ظهر میخونه، ما رمضان میخونه، رجب نمیخونه، یه روز میخونه، یه روز نمیخونه، مسافرت بره سختش باشه کفش در بیاره نمیخونه. پس یه مرتبه که نمیان برق شهر رو قطع کنن، اول ضعیفش میکنه، بعد قطع و وصلش میکنه. گام سوم بی نمازی میشه تارک نماز، دیگه اصلا نماز نمیخونه. خانم اومده میگه 1 سال شوهر من اصلا نماز نمیخونه تو خونه. اول گام و قدمی که برمیداره کاهلی و سستی در نماز. خب اب نداره، این شد 3 مرحله. تمام؟ نه، اکتفا میکنه. مگر 4م استهزا. نماز خونم مسخره میکنه. برای چی میخونیم؟ چی گیرت آمده؟ برای چی روزه میگیری؟ 5م تکذیب. اصلا کی گفته نماز واجبه؟ یعنی از کاهلی شروع شد، به کم و زیاد، به ترک، به استهزا. قرآن میفرماید ثم کان عاقبت الذین عصوا السوء ان کذبوا بآیات الله. این صریح قرآن. نهایت آدما، عاقبت اینجور آدما تکذیب، استهزا. تمام میشه؟ نه. بعد قرآن میفرماید یأمرون بالمنکر، به شما میگه نخون. مناع للخیر، به شما میگه کمک نکن. یعنی این 6 مرحله. تو گناه هم یه مثال بزنم. اول میگه دزدی کن، آدم بکش. نه، اول قبح گناه رو کاهش میده. روایت داریم شیطان به محقرات اکتفا بکنه. گناه های کوچیک، بابا یه نگاه حالا چه اب داره، یه فیلم چه اشکال داره، حالا یه دستی هم به نامحرم خورد چه عیبی داره، حالا شما برای مصلحت یه دروغی هم گفتی کارت راه افتاد. اول کوچیک، گناه های محقرات. 2 توجیه. غیبت نیست، بحث سیاسیه. تهمت نیست، تبیین مواضع دینیه، عنوانش رو عوض میکنه. 3 نه، در روایت داریم منجر به گناهان کبیره میشه. دروغ، غیبت، تهمت. 4 عادت به گناه میکنه، عادی میشه براش. 5 دیگران رو هم توصیه به گناه میکنه. یعنی تمام اینها. و الا ببینید، من گفتم آیش هم آدرس بدم، سوره حجرات باز کنید ببینید. خدا میفرماید تمام افراد رو ما به جوری آفریدیم که ایمان پیششون محبوب باشه، گناه پیششون مبغوض. خود آدم اگر خودش باشه و خودش مربی، رفیق بد، فیلم فلان، عکس فلان، پدر و مادر بیدین، لقمه حروم، اینا نباشه، ذاتاً خدا میفرماید حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. کفر، فسق، گناه مبغوض قرار دادیم، ایمان، تقوا محبوب قرار دادیم. میفرماید قرآن شیطان گام داره، خطوات داره، قدم به قدم جلو میاد. میفرماید قرآن شیطان گام داره، خطوات داره، قدم به قدم جلو میاد. اول گام و قدمی که برمیداره کاهلی و سستی در نماز.